ترانه‌ای که میخونی چی هست؟ به اسم عزیزترین. این ترانه شعرش از آقای مسعود امینی و آهنگش آقای محمود قراملکی ساخته و تنظیمش از آقای ناصر چشم‌زد. عزیزترین رو میشنویم با صدای عارف. دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه آدما انگار منو از یاد دیگه بردن. تا تو رفتی همه چیم رفت، دیگه هیچ کی فکر من نیست. دل بی تو نامیدم، من این سینه من نیست. زندگیم با تو قشنگه، بی تو تاریک بی تو تنگه. دل